سلام، میرا هستم. قبل از اینکه بخوام به بخش دوم صحبتام برسم، اول بگم که امروز 6 اردیبهشت ماه، فردا 7 سال روز از دست رفتن دکتر امین عبدیراد هستش. از صمیم قلب برای شادی روح ایشون آرزو میکنم و امیدوارم که در آرامش باشن. روان رو توی دفعه پیش با همدیگه سپس اولش رو صحبت کردیم. داخل پرانتز بگم که خیلی پیام‌های قشنگی گرفتم، مرسی. و اینکه امروز میخوایم خیلی سریع سراغ سپس بعدش بریم و قرار بیشتر راجع به نوزادا و بچه‌ها صحبت کنیم. هممون راجع به شرطی سازی کلاسیک تا حدودی یک چیزهایی میدونیم. اینو میدونیم که پاولوف کسی بود که وقتی به سراغ سگ‌ها میرفت میخواست براشون غذا ببره، قبلش یه زنگی داشت که این زنگ رو به صدا در می آورد، بعد به سمت سگ‌ها میرفت و این باعث شده بود که دیگه سگ‌ها هر وقت که صدای زنگ رو میشنون متوجه بشن که داره غذا میاد و همین باعث ترشح بزاقشون میشد. باز داخل پرانتز اینو بگیم که این حرکت خیلی هم برای پاولوف سودآوری داشت. اون موقع‌ها روس‌ها بر این باور بودن که این بزاق سگ‌ها میتونه برای درمان بیماری‌های سوء هاضمه به کار بره و همین هم باعث شده بود که از همین طریق بتونه به سودآوری خیلی خوبی دست پیدا بکنه. پرانتز بسته. ولی یه نکته‌ای که هستش اینه که این شرطی سازی میتونه تأمین داده بشه. استاد دانشگاه جان هاپکینز دکتر جان واتسون به همراه یکی از دانشجوهاشون خانم روزالی راینر یک آزمایشی انجام دادن بر روی یک کودک 11 ماهه که گفته میشد تا اون زمان کودک سالم و بهنجاری بوده. کاری که انجام میدادن اینه که به این کودک 11 ماه، کودک که نمیشه گفت، به این شیرخوار 11 ماهه چند چیز نشون میدن. یه دونه موش سفید آزمایشگاهی نشون میدن، یه دونه روزنامه در حال سوختن نشون میدن، یه دونه سگ نشون میدن، چند تا ماسک نشون میدن و بعد بهش اجازه میدن که با این موش کوچولو بازی کنه. این کار که انجام شد، خب بچه هم در آرامش بوده کاملا، یعنی از این موش به عنوان یک محرک خنثی استفاده میشه. ولی کاری که بعدش انجام میدن، درست زمانی که دوباره میاد با این موش بازی کنه، همون لحظه واتسون یه ضربه محکم به یه میله فولادی میزنه که باعث تولید یه صدای خیلی خیلی بلندی میشه و همین باعث میشه که این بچه به شدت بترسه. خب اینجا دیگه موش محرک خنثی به حساب نمیاد. این دو نفر با این کار ترسناکی که کردن و باعث شدن که این بچه به لرزه بیفته و گریه کنه، باعث ایجاد فوبیا در این بچه شدن و بعد در واقع پیامدهای اون رو زیر نظر گرفتن. از اون لحظه به بعد این طفل که ازش به عنوان آلبرت کوچولو یاد میشد، نه فقط با مواجهه با موش سفید دچار ترس شدید میشد، بلکه هر چیز دیگه که اون رو به یاد اون لحظه مینداخت میتونست منجر به ترس شدیدش بشه. مثلا خرگوش سفید، ماسک بابا نوئل، کت خزدار، همه اینها میتونست باعث ترس خیلی شدیدش بشه. البته بعدها گفته شد که خب این آزمایش خیلی آزمایش غیر اخلاقی بوده و باز چند نفر اومدن و تاکید کردن که این طفلی که گفته میشد طفل سالمی بوده یک بیماری داشته قبل از این آزمایش و همین آزمایش باعث تشدید و تسریع روند بیماریش میشه و این بچه دیگه هیچ وقت نمیتونه راه بره، هیچ وقت هم نمیتونه حرف بزنه و بعدها هم در اثر بیماری هیدروسفالی از دنیا میره. به هر حال انجام این آزمایش ها چندان اخلاقی نیست، ولی خب اون موقع انجام شد. البته این تنها کار غیر اخلاقی نبود که آقای واتسون انجام دادن. ظاهرا بعدها با همین خانوم، اسمش هم یادم میره، روزالی واینر، اسمش همین بود دیگه، یه لحظه، آره روزالی راینر، ببخشید، وارد رابطه عاشقانه میشه
بعد همسرش میفهمه، از هم جدا میشن. یاد این کانال های یوتیوب افتادم که به ما کلا ربطی نداره، ولی به طور کلی میخوام بگم که به هر حال دکتر واتسون شغلش رو از دست میده و وارد صنعت تبلیغات میشه. یعنی این آقای دکتری که تا اون موقع در سال 1919 در دانشگاه جان هاپکینز به عنوان خوش‌تیپ‌ترین استاد انتخاب شده بود، حالا شغلش رو از دست میده و وارد تبلیغات میشه. و شاید به خاطر همینه که الان همه ماها وسط کارمون شروع میکنیم به قهوه خوردن. مثلا داریم سر کاریم، داریم کارامون رو انجام میدیم، میخوایم اون انرژی از دست رفته رو به دست بیاریم، بعد میگیم حالا وقت قهوه است. این یکی از ریشه‌هاش برمیگرده به همین جناب آقای دکتر واتسون. از همین در واقع توی همین فصل یک مبحث دیگه ای رو هم تعریف میکنه تحت عنوان تقویت نسبی یا partial reinforcement effect. به این معنی که معمولا وقتی میخوان یک کاری رو به یک نفر آموزش بدن، میان اون کار رو انجام میدن، یعنی از اون فرد میخوان که این کار رو انجام بده و بعد براش یک پاداشی در نظر میگیرن. این کار ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون فرد به این نتیجه میرسه که یعنی دیگه اون کار براش تبدیل به عادت میشه و دیگه چندان نیازی به پاداش هم نداره، یعنی پاداش قطع بشه این کار رو انجام میده. ولی میگن که اگر میخواید نتیجه بهتری بگیرید از این کار، بهتره که هر از چندگاهی این تقویت رو باز هم شارژش کنید و این باعث میشه که نتیجه خیلی مثبت‌تری بگیرید از این روند. و خود دکتر بلوم هم میگه که اصلا یکی از دلایلی که ما چرا داریم، یعنی من خودم اون خودش چرا داریم این کتاب‌ها رو می‌نویسیم و چیزهایی که بلدیم رو آموزش میدیم و زمان می‌گذاریم، علتش این فیدبک مثبتیه که از طرف خواننده ها و از طرف در واقع مخاطبینمون میگیریم. یعنی اونها ما رو بهمون فیدبک مثبت میدن، تشویقمون میکنن و ما هم در همون مسیر میریم جلو و این باعث میشه در فیلمی که بهش علاقه داریم با سرعت بیشتری پیشرفت بکنیم. در ترتیب این هم یک روشیه که خیلی خوبه و اصلا راستش رو بخواید من اولین بار که به فکر این زدن این کانال افتادم با این موضوع و با این تم زمانی بود که دقیقاً به همین خطوط در کتاب رسیده بودم. میرسیم به موضوع بعدی، فصل 5 و آشناییمون با پیاژه. البته پیاژه رو کمتر کسی هست که نشناسه. با هر پارامتری، با هر خطکشی حساب کنید پیاژه نابغه به حساب می اومده. اولین مقاله‌اش رو راجع به گنجشک سفید توی سن 10 سالگی می نویسه. بعد از اون طرف خب پیاژه یه مادر خیلی مذهبی داشته، خودش خیلی فرد مذهبی نبوده، بعد چندان هم تحت سلطه و تحت کنترل مادر نبوده، معمولا خونه نمیمونده. البته راجبش نمیگن که بچه خرخونی بوده، این کلمه رو به کار نمیبرن، میگن خودش آدم باهوشی بوده و در طی زندگیش بیشتر از 50 تا کتاب مینویسه، بیشتر از 500 تا مقاله مینویسه و در کل پژوهشگر خیلی خیلی نابغه‌ای بوده و برخلاف همتای اتریشیش فروید که چندان هم مورد پسند همه نبوده و خیلی ها هم به در واقع بدتینتی حتی یک وقتهایی شناخته بودنش، پیاژه اینطور نبوده. حالا امروز که برنامه یه ذره زرد شد، اپیزود یه ذره زرد شد، زردترش کنیم. اصلا گفته میشه که فروید بود دیگه، فکر میکنم اینو باید برام تحقیق کنم ولی میگم فکر میکنم که همین بود. فروید گفته میشه که به یکی از همکارانش رو مجبور به ازدواج با یک خانم بسیار بسیار غنی و به قول کتاب‌های ادبی متمولی میکنه که از پول اون خانم در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتیش استفاده کنه. ولی خب پیاژه اینطور نبوده، خیلی موجود محترمی بوده. چند تا اصلا کتاب با این توضیح و با این در واقع این فصل با این توضیح شروع میشه. چقدر از سرنوشت ما در گرو پارامترهاییه که جبر در اختیارمون قرار داده و ما در انتخاب مختار نبودیم. در واقع
چقدر بحث سرنوشت یا تقدیر مهمه؟ این یکی از سوالاییه که توی همین فصل پرسیده میشه. یه تحقیقی رو میان انجام میدن سال 1975. اگه درست اسمش رو تلفظ کنم، اوشالوم کاسپی، پژوهشگری که میاد و کودکان رو به 3 دسته تقسیم میکنه. اینا در واقع بچه های 3 ساله‌ای بودن که به 3 دسته تقسیم میشن. دسته‌ای که هیجانات کنترل نشده‌ای دارن، دسته‌ای که کاملا خجالتی هستن و دسته سازگار. این کنترل نشده ها آدمایی هستن که یعنی بچه‌هایی بودن که کاملا تکانشی رفتار میکردن، کاملا بیقرار بودن، از نظر هیجانی خیلی بی‌ثبات بودن. دسته خجالتی دسته بودن که خیلی آروم آروم گرم میگرفتن، اصلا با غریبه ها وارد بحث و گفتمان و آشنایی نمیشدن. دسته سوم هم دسته سازگار بودن، دسته سازگار که خویشتن‌دار بودن، آرامتر، مطمئنتر و متمایل به ایجاد ارتباط با بقیه. کاری که انجام داد 18 سال بعد دوباره رفت سراغ همینها که ببینه که اینها الان در چه وضعیتی قرار دارن. و طبق چیزی که ما میتونیم حدس بزنیم، اون دسته کنترل نشده حالا بیشتر سمت رفتارهای در واقع خارج از چارچوب جامعه رفته بودن. اعتیاد در این دسته از افراد خیلی بیشتر بود، سوء رفتارهای بیشتری داشتن، سوء پیشینه‌های بیشتری داشتن، خجالتی‌ها بیشتر دچار افسردگی شده بودن و سازگارها هم کمتر به مشکلات 2 گروه قبل مبتلا شده بودن. البته نه به طور 100%. ولی خب اینجا و بر این اساس اومد و تعریف کرد که ژن‌های ما در تخمین آینده ما خیلی مهمن و حتی این موضوع رو دوباره بهش اشاره کرد که نه فقط ژن بلکه محیطی که شما در اون تربیت میشید هم اهمیت داره، به خصوص در دوران کودکی. خیلی مهمه کودکی ما کجا میگذره. و بعد جمله‌ای رو از یکی از شاعران به اسم ویلیام ورکسورث میاره تحت عنوان کودکی، دوره کودکی پدر انسانه. واقعا هم همینه. یه جای در کتاب، حالا اینجا نه، یه جای در کتاب اشاره میشه اونهایی که دوران کودکی سختی داشتن معمولاً نوجوانی، جوانی و بزرگسالی سختی هم دارن. یعنی غالباً چیزی تحت عنوان معجزه اتفاق نمیفته. علتش هم اینه که اون خسارت‌ها و اون زیان‌هایی که در دوران کودکی متحمل شدن تأثیرات خودش رو بر روی باورهای اینها، بر روی روان اینها میگذاره و در آینده در تصمیم گیری ها دچار مشکل میشن. تصمیم های غلط، کارهای غلط، اعتمادهای غلط و دوباره نتایج خیلی تلخ. بنابراین خیلی مهمه کودکی فرزندانمون رو چطور داریم بر اونها رقم میزنیم و اگر که میتونیم و از دستمون برمیاد که در کودکی از اطرافیانمون تاثیر مثبت بگذاریم، مثلا کودکی کسانی که دارن توی پرورشگاه ها یا توی شیرخوارگاه ها زندگی میکنن، اگر میتونیم، اگر بلدیم، اگر موقعیتش رو داریم، اگر پولش رو داریم، چرا که نه. واقعا یه چیزایی نباید در حد آرزو بمونه. از این طریق خب حالا بعد دوباره با شخصیت شکوهمند پیاژه آشنا میشیم و بعد میرسیم به نظریاتی که پیاژه راجع به نوزادان و کودکان داده. فرد که به دنیا میاد 2 سال اول زندگیش دوره سنسوری موتورشه. یعنی چی؟ یعنی موجودیه که کاملا فقط میتونه حس کنه و دریافت کنه اطلاعات رو. قادر به درک اما بدون استدلال، اصلا نمیتونه زمان رو بفهمه، یعنی هنوز موضوع زمان براش خیلی خیلی زیاده و درکی از آبجکت پرمننس هم نداره. یکی از جالبترین چیزهایی بود که من خوندم. درکی از آبجکت پرمننس نداره یعنی چی؟ یعنی نوزاد از دل برود هر آن که از دیده رود ترین آدم دنیاست. باز معنیش چیه؟ اگر شما الان اینجا باشید بعد شما رو نبینه، از نظر شما دیگه نیستید.
اصلا به خاطر همینه که نوزادا و میگم در طی 2 سال اول زندگی از دالی بازی خیلی خوششون میاد، چون شما هستین خب، بعد چهره خودتون رو با 2 تا دست میپوشونید و بعد دوباره دست‌ها رو برمی‌دارید. این بار پیامبری هستید با اجازه حضور دوباره بعد از یک غیبت ترس‌آور. براش مهم نیست اون لحظه حضور دارید یا نه، باید ببیندتون. اگه نبیندتون یعنی نیستید، احتمالاً یعنی مردید. البته پیاژه اولین کسی نبود که این رو گفت، ولی خب نظریه خیلی خیلی قشنگیه. مرحله دومش مرحله‌ای هست تحت عنوان پری اپریشنال استیج یا مرحله پیش عملیاتی. از 2 تا 7 سالگی شروع میشه. در این مرحله بچه‌ها فکر کردن رو یاد میگیرن، استدلال ورزیدن رو تا حدودی یاد میگیرن، میدونه که خودش با بقیه فرق داره، خودش از بقیه جداست، میدونه که اگر شما نیستید وجود دارید، اگر نبیندتون هنوز وجود دارید. ولی چند تا محدودیت داره این مرحله. یکی از محدودیت‌هاش در واقع اگوسنتریزم. یعنی چی؟ یعنی خودمحوری. باز یعنی چی؟ یعنی کودکان به طور واقعی و به معنی واقعی کلمه نمیتونن درک کنن که بقیه جهان رو چطور میبینن. به عبارتی نمیتونه خودش رو بذاره جای یه نفر دیگه ای. من با اون مفهوم استعاریش کاری ندارم که هنوز کسانی هستن که نمیتونن خودشون رو جای یه نفر دیگه بذارن و یک موضوعی رو از دیدگاه اون ببینن. من دارم با اون راجع اون بچه صحبت میکنم، واقعا نمیتونه این کار رو انجام بده. مثال، الان من اینجا ایستادم، 3 تا کوه جلومه. مثلا کوهی که سمت چپ من هست بلندترین کوهه، بعد میرسم به یه کوه متوسط و بعد در روبروم یه کوه کاملا کوتاهی وجود داره. به من میگن که اینو بکش. میکشم. کوه چپ از همه بلندتره، کوه راست از همه کوتاه‌تر. بعد حالا به من میگن تصور کن تو اون ور کوه ایستادی، حالا یه بار دیگه بکش. الان من باید کاملا برعکس فکر کنم. یعنی الان کوهی که کاملا بلنده دیگه سمت چپ من نیست، سمت راست منه. ولی بچه‌ها نمیتونن این کارو انجام بدن. اگر به بچه‌های مثلا 4 ساله بگید که این 3 تا کوهو بکش، حالا فکر کن اون ورش قرار داری الان بکش، نمیتونه این کارو انجام بده. و یکی از محدودیت‌های این مرحله است. محدودیت بعدی راجع به اینه که نمیتونن متوجه بشن که چیزهایی هست که حتی در شرایط مختلف هنوز یکسانه. حتی اگه شرایط عوض بشه هنوز اون موضوع تغییر پیدا نکرده. مثلا شما یه آب نبات رو اینجوری جلوش میگیری و میگی که خب این آب نبات رو میدم به تو، حالا اینو میخوای؟ یا در همین ابعاد آب نبات رو روی زمین قرار دادی، بعد میگه اینو میخوای اون یکیو. این کودک میگه اون یکیو. چرا؟ چون نمیتونه درک کنه که دوتاشون یکیه، یک حجم از آب نبات رو دارن. فقط یکیشون واسطاده، یکیشون مسطحه. فکر میکنن اونی که مسطحه اندازه در واقع حجم بیشتری از آب نبات رو داره. محدودیت سومشون هم ناتوانی در تمایز میان ظاهر با واقعیت. یه چیزی یه مدتی خیلی محبوب شده بود، این واقعیه یا کیکه، متاسفانه در گروه سنی نامناسبش محبوب شده بود. یعنی این موضوع میتونه موضوع جالبی باشه ولی نه برای ماها، دقیقا برای همین رده سنی. به خاطر اینکه از نظر این رده سنی چیزی که شبیه کتابه خود کتابه، چیزی که شبیه آدمه خود آدمه، حتی اگه آدم نباشه. وقتی که مثلا چاقویی داره به کیکی شبیه به درخت فرود میاد، عجیبه که چاقو میتونه اون درخت رو ببره، چون اون اصولا باید خود درخت باشه. این هم یکی دیگه از محدودیت ها بود که در این مرحله وجود داشت. میرسیم به مرحله های 3 و 4. مرحله Concrete Operational Stage یا عملیات عینی. این مرحله از 7 تا 11 سالگی حدوداً شروع میشه. در واقع اینجا بچه تا حدودی میتونه استدلال کنه، اما در
فهم استدلال بزرگترها، یعنی در فهم استدلال انتزاعی مشکل داره. این فهم استدلال انتزاعی یا همون فرمال اپریشنال استیج از بعد حدوداً 11-12 سالگی ایجاد میشه. معنیش هم حل کردن مسائل فرضی یا تفکر و اندیشیدن در باب مسائل انتزاعیه. یعنی بچه از این سن به بعد تازه عدالت براش میشه دغدغه، تازه براش مهم میشه چرا همه آدم ها شبیه به هم نیستن و چرا امکانات و ثمره هایی که در زندگیشون دارن با همدیگه فرق میکنه. و این میشه مرحله 4 که یک کودک میتونه باش روبرو بشه و در واقع اون رو از پس سر میگذرونه و اینجا دیگه حداقل 12 سالشه. تقریبا این فصل کاملا تموم شده. فقط آخر این فصل با یک توضیح کوتاهی خاتمه پیدا میکنه تحت عنوان درک اولیه نوزادها از جهان فیزیکی که توسط خانم الیزابت اسپلکی توضیح داده شده. الیزابت اسپلکی توضیح داده شده. میگه که نوزادان معمولا درکی از جهان فیزیکی دارن تابع 4 قانونه. اول، اشیا معمولا منسجمن، به همدیگه کاملا ربط دارن و به همدیگه چسبیدن. اگه شما یه چیزی رو بخواین بکشین، بقیه‌اش هم دنبالش کشیده میشه. قانون دوم، معمولا همه چیز جامد. امکان نداره، از نظر اونها امکان نداره که شما انگشت خودتون رو وارد چیزی بکنید و بخواد از اون عبور کنه. معمولا همینجا توقف میکنه. قانون سوم، اشیا در مسیرهای پیوسته حرکت میکنن. یعنی اینطور نیست که یه چیزی یهو غیب شه و یه جای دیگه دوباره ظاهر بشه. به عبارت دیگر نوزادان به طی الارض اعتقادی ندارن. و دسته 4، قانون 4، اشیا به واسطه برخورد حرکت میکنند. امکان نداره که یه چیزی خود به خود حرکت کنه. البته این قانونشون یه ذره استثناء هم داره، یعنی از نظر اونها آدم ها میتونن خود به خود حرکت کنن، حیوانات همینطور. حتی راجع به ماشین اینطور فکر نمی کنن، به نظرشون ماشین، اتومبیل در واقع منظورم، میتونه خود به خود حرکت بکنه. و این فصل هم همینجا خاتمه پیدا میکنه. مراقب خودتون باشید. اگه از دستتون برمیاد مراقب بقیه هم باشید. شب بخیر. شب شد که بخیر. خدا.